بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن مسئله خوشبختی انسان را از بیرون آغاز نمی کند. از ثروت شروع نمی کند، از موقعیت اجتماعی، از کنترل آینده، بلکه از درون انسان آغاز می کند. در سوره یونس خداوند پیش از آن که از شادی سخن بگوید، آنچه را برای بشر فرستاده معرفی می کند. پروردگار عالمیان می فرماید ای مردم، از سوی پروردگارتان برای شما اندرز آمده است و شفایی برای آنچه در سینه هاست و هدایت و رحمتی برای مؤمنان. قرآن خود را فقط مجموعه‌ای از احکام معرفی نمی کند، بلکه می گوید من موعظه‌ام برای ذهن‌های پراکنده. من شفا هستم برای ترس‌ها، برای اضطراب‌ها، برای اندوه‌های پنهان در سینه‌ها. من هدایت هستم برای زندگی که جهتش را گم کرده و من رحمت هستم، نه فشار و نه تحمیل. پس میدان اصلی رنج انسان کجاست؟ نه بیرون، بلکه در درون. و سپس خداوند سخن از شادی میگوید. پروردگار عالمیان میفرماید بگو به فضل خدا و به رحمت او به همان شادمان شوند که آن بهتر است از هر آنچه میاندوزند. قرآن شادی را نفی نمی کند، جای آن را اصلاح می کند. میگوید شادیت را برای انباشت بنا نکن، زیرا انباشت امنیتی کاذب می سازد و هنگامی که تهدید شود اضطراب را چند برابر می کند. اما هدایت دل را پایدار می کند. هویت انسان را فراتر از سود و زیان تثبیت می کند و برای رنج معنا می سازد. اگر این دو آیه را کنار هم بگذاریم، منطق قرآن روشن می شود. شفا از فهم می آید، نه از فرار. آرامش از همراستایی با حق می آید، نه از کنترل همه چیز. شادی از هدایت زاده می شود، نه از انباشت. و سکینه دل از وضوح هدف. فرهنگ امروز می گوید اگر بیشتر داشته باشی آرام خواهی شد. قرآن می گوید اگر هدایت شوی آرام خواهی شد، فارغ از آن که چقدر داری. در نگاه قرآن شادی حقیقی، آرامش و سکینه ذهن نه از ثروت برمیخیزد، نه از رفاه و نه از کنترل جهان، بلکه از هدایتی سرچشمه میگیرد که دل را شفا میدهد و زندگی را بر محور معنا استوار میکند، نه ترس. و این پیام قرآن است.